سونیا تو کجا به دنیا آمدی؟ خانیابان. پایین شهر. من و مسعود زعفرانیه به دنیا آمدیم، بالای شهر. بر فرض محالم که خانواده من بخوام بیان خواستگاری تو، ماشینشون از کوچه‌های تنگ و توری که دم خونه شما رد میشه. پدر فوق تخصص جراح من که 6 ماه تو بیمارستانای تهران، 6 ماه برلین، راضی میشه پاشه بیاد خواستگاری تو؟ اصلا بابای تو کجاست؟ تو تا حالا تو عمرت قبل از مسعود یه همچین رستورانی اومده بودی؟ چند تا از غذای این منو رو خوردی؟ این سالاتی که رو میز اسمش چیه؟ بخور، خوشمزه است. ببین من نمیخوام تو رو تحقیر کنم، من فقط میخوام واقعیت رو اونجوری که هست ببینی، نه اونجوری که تو خیالاتت میگذره. 1% اگه شما دوتا ازدواج کنید، البته اگه اون روز من مرده باشم که شما دوتا ازدواج کنید، توی مراسمتون یه لشکر آدم حسابی و دکتر و مهندس و استاد دانشگاه از طرف ما هستن، اون وقت داداش کوچیکی تو به فکر اینه که جیب کدومش